سلام بچه چطورین؟ امروز اومدیم یه میکاپ انبه انجام بدیم همونطور که توی کامنت ها گفتین و یه چیز دیگه که ازم سوال کردین گفتین راجع به رشته کامپیوتر بیشتر برامون توضیح بده. برو بگو. اگه بخوام راجع به رشته کامپیوتر براتون توضیح بدم، خب رشته کامپیوتر خیلی شاخه‌های مختلفی داره. کدنویسی داره، تولید محتوا داره، ادیت داره و کلی چیز نیست داره. اوکی. راجع به تجربیات خودم بهتون بگم. من سال اولو تجربی میخوندم، نه که بگم کامل سال اول تجربی میخوندم، نه، یعنی نصف سال من تجربی خوندم بعدش من برای کامپیوتر. در اصل میخواستم برم کدنویسی، ولی از اونجایی که شهر ما کوچیکه و دو تا هنرستان بیشتر نداره برای دختر، فنی حرفه‌ای یه دونه کاردانشه. شما اگه بخواید برین کدنویسی باید برین فنی حرفه‌ای. حرفه‌ای یعنی چی؟ یعنی کدنویسی. یعنی من میخواستم اول کدنویسی بخونم و جا نداشتن و من روی هنرستان کاردانش شدم. فکر نکنید کامپیوتر رشته آسونیه، نه اصلا رشته آسونی نیست. اصلا به این فکر نکنید که خیلی آسونه پس بذار کل سال من تو این رشته برم و پاسش کنم و تموم بشه بره. همچین چیزی نیست، مخصوصا کاردانی را، چون که بعد همش کار تحویل مدیر و دبیر و اینا بدیم. کاردانش چه چیزایی داخلش داره؟ کاردانش به عنوان یک کامپیوتر که تو میخوایی بری تولید محتوا. سال اولش مختص به اکسل، پاورپوینت، ورد بود. حالا یه چند تا برنامه دیگه هم بود که اصلا حضور ذهن ندارم. شما باید اونجا چیکار بکنی؟ پروژه ارائه بدی. سال اولش ریاضی داره، پوتمانیه. یعنی چی؟ یعنی همون ماهی که تو امتحان ریاضی تو میدی، همون ماه چه نمرت. دیگه مثل نوبت اول نوبت دوم نیست. خب من چجوری درس خوندم؟ اینجوری خوندم که بذارین همون ماه رو تموم بکنم که دیگه نخواد هم شهریور پاسش کنم هم ماه دیگه بخوام امتحانشو بدم. دو تا امتحان با هم دیگه نمیشه. اون سال و همون ماه پاسش بکنه خیلی بهتره از اینکه بخوای بذاری سال آخر پاس بکنی پوتمان تو. سال اول این ریاضی همراهیتون میکنه، ولی سال دوم و سوم دیگه همراهیتون نمیکنه. دو سال آخر. سال اول و دوم زبان انگلیسی و سال آخر اصلا زبان انگلیسی نداره، چون دفاعی بهش اضافه میشه. سال دوم شما با فتوشاپ و پریمیر و برنامه دیگه هم بود، اونو نمیدونم. هر سال 6 تا برنامه رو باید یاد بگیری. ترم اول 3 تا برنامه، ترم دوم 3 تا برنامه دیگه. انبز پس باید فکر کنم از این شاینه استفاده بکنم. این شاینه آخرم اختصاص میشه به چی؟ به الستریتور. بچه من هنوز برنامه رو روی لپتاپم دارم ولی الان یادم نمیاد. در کل اگه بخوام بگم رشته واقعا خیلی خوبیه اگه تولید محتوا دوست داری و من واقعا عاشق تولید محتوا بودم. اما اگه هدفتون رسیدن به کدنویسی هستش و میخواین کدنویسی یاد بگیرین، رشته ریاضی رو انتخاب بکنید خیلی بهتره. میتونین هم نرین. اگه برین رشته ریاضی خیلی به نفعتونه، چون خیلی بهتر میتونین کدنویسی رو درک بکنین. دیگه هم که بهم گفتین که دبیرا چجورین. رفتم هنرستان، واقعا دبیراش عالی بودن و خیلی خوب بودن. چطوری امتحان میدادیم و چطوری نمونه سوال داشتیم و چطوری باید درسمون رو میخوندیم. حالا با دبیرامون خیلی اوکی میشدیم، جوری که حتی باشون هم بیرون میرفتیم کافی شاپی جایی براشون تولد میگرفتیم توی مزرعه یا اینجور چیزا. اوکی ما از خودشون نمونه سوال میگرفتیم. کامپیوترها همشون تستی ان. یه امتحان عملی داره که باید 100% بشی و واقعا تحت فشاری، چون که بعد هر چیزی توی این سال یاد گرفتی باید توی سه تا برنامه مثلا ورد، اکسل، پاورپوینت همه اینا رو پیاده بکنی. تجربه‌اش نه زیاد سخت نیست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تستی بودن و زیاد سخت نبودن، اما دیگه سوالا رو براتون گلچین نمی‌کرد. که واقعا درس تشریحی داشتن که ما باشون چک و چونه می‌زدیم، دفاعی رو میگفتیم برامون تستی بکنه. اگه تستش می‌کردن به ما 100 تا سوال میدادن، 50 تا تستی 50 تا تشریحی میخوندیم و میرفتیم امتحان میدادیم. اینجوری بود که 20 میگرفتیم. اما با این حال بچهای ما نه کامپیوتر کلا هنرستانه گشاد یعنی حسابم گشاد کمه. از این تستایی که به اون داده بودن تازه میافتادن. تو فکرشو بکن، نمونه سوال دادن و تو از اون نمونه سوالی که خوندی که حتما هم 100% میاد بازم میافتی. حتی من برای دبیری واقعا خیلی حرص خوردم نوبت دوم. اونم دبیر دینی بود، چون که اون تستیاری که به ما میداد بخونیم اونا رو اصلا نمی‌آورد. هر چی تو کتاب بود می‌آورد و واقعا ازش متنفر شده بودم. اینم از آرش انبه من شد. امیدوارم خوشتون اومده باشه. بذاریم کلیپسام هم باز بکنم. انگار خیلی من خوشحالم شده. اینجوری شدم انبه شدم و راجع به رشته‌ام بهتون گفتم. اگه دوست داشتین
لایک، سابسکرایب و زنگوله یادتون نره و حتما نظرتون رو به من بگین، چون من دوست دارم برای شما آرایش بکنم و واقعا خیلی بهم خوش میگذره وقتی باهاتونم. بای. امیدم اطلاعات خوبی رو به دست آورده باشین. بای بای.